سلام علیکم محترم جناب عالی امام علی رحمان. این پابدا برای 70 سالگی پرزیدنت ما تاجیکستان من تقدیم میکنم. کیستان کند سپر سینه‌ای پر از محبت، کیستان کند ظفر در نبرد دشمنان ملتش. آن که جان به کف گرفته تن به تن بر عدو ستیزد و به جان اهریمن، آن که صبح و شام کشیده نظم صاف خواند و قصیده بود ترانه وطن. کیست سر سپرده وطن؟ من و تویه آن که دوست دارد این چمن. من و تویه کی سر سپرده وطن؟ من و تویه